سلام ارادت. فرض بفرمایید که شما قصد خرید خونه دارید. از طریق املاکی یکی از این سایت هایی که موجود هست شما میرید و یه خونه رو میپسندید و یه مباینامه امضا میکنید. اونجا قید میکنید که مثلا اگر قیمت خونه 10 میلیارد تومانه، شما 3 میلیارد تومانش رو در زمان امضای مباینامه پرداخت میکنید، 7 میلیارد الباقیش رو توی دفتر خونه و موقع انتقال سند رسمی پرداخت میکنید. مثلا تاریخ 15 مرداد هم به عنوان تاریخ دفتر خونه مشخص میکنید و تمام. همه طرفین هم از ماجرا راضی هستن، فروشنده به نظر خیلی آدم خوبی میاد، خریدار هم شما خیلی هم راضی هستید و قضیه میگذره و شما هم پولاتون رو جمع و جور میکنید تا اینکه روز مثلا 14 این آقای فروشنده با شما تماس میگیره. میگه آقا من خیلی شرمنده، این پسر ما دیروز رفته فوتبال بازی کرده، پاش آسیب دیده، دست ما رو بند کرده، من فردا صبح باید برم یه عمل جراحی رو پای این بچه انجام بدم. اگه اشکال نداره ما به جای 15 16 بریم دفتر خونه. شما میگید اشکال نداره، باشه دیگه، یه روز که خیلی فرقی نمیکنه، ان شاءالله که بچه‌تون زودتر خوب بشه و تمام. شما روز 16 میشه با این بنده خود تماس میگیرید و میگه آقا ما هنوز گیر کردیم، ببخشید من بیمارستانم، خودم باهاتون تماس میگیرم و امروز و فردا جواب نمیده و هی خلاصه میگذره تا اینکه ابلاغ برای شما میاد و شما تازه متوجه میشید که توی اون مباینامه‌ای که امضا کردین گفتین که آقا تاریخ حضور در دفتر خونه شماره فلان 15 و اگر یکی از طرفین در موعد مقرر در دفتر خونه حاضر نشود، اون طرفی که حاضر شده با استناد به گواهی عدم حضور میتونه مبایعه رو در مباینامه رو فسخ بکنه، معامله رو فسخ بکنه و مبلغ 3 میلیارد تومان هم به عنوان ضرر و زیان این وسط لحاظ شده و مشخص میشه که کل این قصه فوتبال و عمل و اینا قصه بوده. این طرف کاملا عامدانه یه بهانه‌ای میتراشه، اون روز 15 میگه شما تو خونه نشسته بودید، خودش پا میشه میره دفتر خونه، گواهی عدم حضور شما رو میگیره، مستند به اون قضیه معامله رو به هم میزنه، 3 میلیارد شما رو هم به عنوان ضرر و زیان برمی‌داره و دست شما هم تقریبا به هیچ جا بند نیست. لذا میخوام بگم که اگر یه همچین مورد مشابهی برای شما پیش اومد و طرف مقابل که واقعا اگه میشه عقب بندازین، شما برید اون روز دفتر خونه بشینید و حتی اگه لازم شد یه گواهی عدم حضور طرف مقابلتون رو هم بگیرید برای موارد احتیاطی و روز مبادا و اجازه ندید که در واقع طرف مقابلتون حاضر بشه و گواهی عدم حضور شما رو بگیره. ارادت.